دقت دقت. شنوندگان محترم، آزادی خواهان عزیز، توجه فرمایید به یک اعلان. سنه 17 اکتبر سال 2015 از ساعت 15 تا ساعت 12 با وقت مسکو در شبکه اجتماعی رادیو کانال زلا در برنامه ناو تاجیکستان 2 برآمد رادیو معرفانی رهبر انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان و رهبر حرکت مردمی وطندار، سیاستمدار و روزنامه‌نگار شناخته دادا جان عطاالله مستقیما پخش می گردد. شما می توانید عاید مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سوالهای خود را توسط مادرتداران و یا مستقیما برسانید. از همه شمایان و هموطنان دعوت به عمل می آریم که در سنه مذکور در رادیو معرفانی دادا جان عطاالله اشتراک نمایید. دادا جان عطاالله پس از باخت ملت و فلج اقتصادی و سیاسی و قماندان سالاری در تاجیکستان ترک وطن کرد. گرسنگی و قشاقی راه به سوی مهاجرت گرفتن ملت تاجیک، بیدادگری ها و تصرف سرزمین تاجیک از طرف یک عائله دادا جان عطاالله را ناراحت کرد. عزم و اراده، حس وطن دوستی و فداکاری، صداقتمندی و ننگ و ناموس مردانگی دادا جان عطاالله را مجبور ساخت که خاموش ننشیند و انتقاد از این حکومت تقلبکار و عائلوی بکند. و اینک طی 24 سال است که او پیوسته بهر آزاد نمودن ملت، دولت و نسل آینده تاجیکستانیان مبارزه میبرد. انتقاد و سخنان او اساسناک بوده افاده‌گری روشنی واقعیتی وضعیت امروزی تاجیکستان می باشد. دادا جان عطاالله نگان نفری است که پس از غصب حکومت از طرف قماندان‌های صحرایی ملت را بر عوض منصب خود را تسلیم حکومت نکرد. دادا جان عطاالله نسبت تقدیر ملت کهندیار تاجیک بی‌طرف نبود. پیوسته مبارزه بود. سری خود را به دار بسپرد. سیمای او شخصیتی بی‌نظیری تاریخ، عالی ترین صفتهای عدالت انسانی، موقع‌داری، آشکارگویی، بزرگدلی و شجاعت، رحم و شفقت و قابلیت ناتکراری متحد کنانی را می‌ماند و محض همین هماهنگیش جامعه را بیدار کرد، صف آزادی خواهان را بیفزود و به خویشتن شناسی رسانید. ترجمه حال: دادا جان عطاالله فارغ التحصیل رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی مسکوی روسیه MGU به نام لمناسوف، مؤسسی نخستین روزنامه مستقل چراغ روز در تاجیکستان که از شهرت جهانی برخوردار بود، پایه‌گذار و رهبر حرکت مردمی وطندار. همیار اکیجان کاجگلدین، رئیس فورم نیروهای دموکراتی آسیای مرکزی، نخست وزیر سابق قزاقستان، دارنده جایزه بین المللی هلمن همت آمریکا و کمیته روزنامه‌نگاران کانادا. عطاالله در سال 2001 در شهر مسکو با تقاضای حکومت تاجیکستان بازداشت گردید. فشارهای بین المللی و دخالت بی‌واسطه شخصی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه باعث شدند او آزاد بشود. در سال 2004 با فرمان ویژه امام علی رحمانوف باعث شد که او عفو بشود، ولی با دلیل تعقیب و مجددش از سوی حکومت تاجیکستان همان سال تاجیکستان را ترک گفت. در سال 2012 عطاالله در شهر مسکو از سوی مزدوران رژیم رحمانوف مورد سوءقصد قرار گرفت و از ناحیه قلب زخمی گردید. خوشبختانه پس از عمل جراحی جان به سلامت برد.
او به صورت مداوم در مذاکرات صلح تاجیکان شرکت و در اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیکستان نمایندگی میکرد. مقاله و گزارش های عطاالله در نشریه های مختلف ژاپن، آلمان، امریکا، روسیه، لهستان و فرانسه و اینچنین دیگر کشورهای دیگر منتشر شدند.